بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما درس تجوید را از کتاب تجوید نوین دوام می‌دهیم و درس امروزه ادغام دو حرف. ادغام دو حرف به سه گروه تقسیم می شود. یکم ادغام متماثلین، دوم ادغام متجانسین و سوم ادغام متقاربین. یکم ادغام متماثلین، ادغام حرف های به همدیگر یکسان، یعنی حرف های یک خیله. کلمه ادغام از درس های قبلی به ما معلوم گشت که معنای آن داخل نمودن یک حرف به حرف دیگری را دارد. کلمه متماثلین باشد معنای یک خیله و یکسان را دارد، یعنی ادغام دو حرف یک خیله. حرف ها، همه حرف های یک خیله بغیر از حرف های مدی، یعنی حرف های واو، الف، یا در حالتی که مد می آیند. و چی سبب حاضر در پایان همش را دیده می برایم. تعریف ادغام متماثلین: اگر دو حرف یک خیله بغیر از حرف های مد که یکمش به حرکت باشد و دویمش با حرکت رو برو آیند، حرف یکم به حرف دویم ادغام کرده می شود. مثال های حرف با دوستان ببینید. اضرب بعصاک. ببینید دوستان، حرف با یکم به حرکت است، اضرب، و حرف با دویم با حرکت است، بعصاک. و در وقت خواندن ما جدا جدا اضرب بعصاک نمی خونیم، بلکه ادغام کرده می خونیم. حرف یکم را به حرف دویم در آورده می خونیم، اضرب بعصاک. و دویم حرف دل. ببینید دوستان، وقد دخلوا، حرف دل یکم به حرکت است و حرف دل دویم با حرکت است. به این سبب دل یکم را به دویم ادغام کرده می خونیم، وقد دخلوا. اگر جدا جدا خونیم وقد دخلوا، این خطا می باشد. و این چنین مثال های حرف کف. یدرککم، یدرککم علاهیده نمی خونیم بلکه ادغام میکنیم، یدرککم. و حرف های دیگر، حرف های میم. فی قلوبهم مرض. و حرف های نون. من نفس. علامت های قرآنی ادغام متماثلین اینها می باشند. یکم، حرف اول ساکنش ظاهر نیست. دوم، حرف دوم با تشدید آمده است. ببینید دوستان، حرف یکم ساکنش ظاهر نیست، مثال های نون را ببینید، و حرف دوم باشد با تشدید آمده است. استثناء، یعنی از این قاعده کدام کلمه ها استثناء هستند؟ اگر دو حرف یک خیله رو برو آید و حرف اول حرف مدی باشد، در این صورت ادغام کرده نمی شود. مثال در کلمه الذی یوسوس، حرف یای اول حرف مد است، یعنی الذی در این جای اول حرف مد است، آواز ای کشیده می شود، و یای دویم باشد خودی آن خوانده می شود، یعنی آواز یه را دارد. به این سبب به حرف دویم ادغام کرده نمی شود. جدا می خونیم الذی یوسوس. الذی در اینجا مدی طبیعی است، دو حرکت می کشیم، و یوسوس را علاهیده می خونیم الذی یوسوس. به این سبب به حرف دویم ادغام کرده نمی شود، بلکه حرف اول مد کرده از حرف دویم جدا خوانده می شود. مثال دیگر، آمنو و عملو، حرف واوی اول حرف مد است و واوی دویم باشد خودی آن خوانده می شود. به این سبب ادغام کرده نمی شود. مثال آمنو، واوی اول در اینجا حرف مد است، او را، آوازی او را دو تا کشیده می خونیم آمنو، و واوی دویم باشد خودش خوانده می شود و عملو. سپارش: قاعده های ادغام متماثلین را در آیت های زیر یابید.
بسم الله الرحمن الرحیم. کلا بل لا تکرمون الیتیم. کلا بل، در اینجا ببینید بعد از حرف لام دیگر آمد. قاعده مد متماثلین است. علامت های قرآنیش لام یکم حرکت ندارد و لام دوم باشد با تشدید آمده است. مثال دوم اذهب بکتابی. اذهب بکتابی، در اینجا دو حرف با آمد و علامت قرآنیش با یکم به حرکت است و با دوم باشد با تشدید است. ادغام کرده میخونیم اذهب بکتابی. اذهب بکتابی جدا نمیخونیم. و مثال سیوم دوستان برای شما واجب است خودتان خوانده حرفهای مد متماثلین را یابید. سوال ها برای سنجش: یکم، ادغام متماثلین را شرح دهید. دوم، حرف های ادغام متماثلین کدام هایند؟ سیوم، کدام حرف ها در کدام حالت ادغام متماثلین شده نمی توانند؟ چهارم، علامت های قرآنی ادغام متماثلین کدام هایند؟ این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.